برای یه شروع جدید چیزی که بهش نیاز داری یه طلوع جدید یا یک روز جدید نیست، بلکه یه طرز فکر جدیده. یعنی بتونیم باورهای غلط رو، فکرهایی که ما رو اذیت می‌کردند و هیجانات زودگذر رو از خودمون دور کنیم. پس بهترین پاسخ برای افرادی هم که یک طور به ما بی احترامی می‌کنند شاید نه صحبت کردن و نه سکوته. خب بین صحبت نکردن و سکوت کردن چی هست؟ حد فاصله بین این دوتا رو من اسمشو میذارم کنار کشیدن. یه جورایی کنار میکشیم و به نظرم بهترین راه همینه که بفهمونیم که اگر قراره جواب تو رو، جواب بی احترامی های تو رو بدم، واکنشی نشون ندم، خیلی بهتره